با عرض سلام خدمت شما عزیزان، با آموزش جیب در خدمت شما هستم. برای این جیب، برای نقابش ابتدا ما یک قالب روی مقوا در میاریم در اندازه 18 در 11 سانتی متر در میاریم و بعد این قالب رو روی پارچه‌ای که لایه زدیم میذاریم و دور تا دورش رو خط میکشیم. ابتدا نقاب در جیب رو دوخت میکنیم. این جیب مخصوص لباسهای زمستانی و پاییزه است و جیب بسیار زیباست. حتما این کار رو بدوزید. این کار رو ما در کارگاه تولیدی خودمون تولید کردیم. نقاب در جیب رو آرایشش میکنیم. کار رو برمیگردونیم و درز دوخته به سمتی که لایه نداره برمیگردونیم و یک نیش میزنیم. به خاطر اینکه جیب هلال هست، به خاطر که ایستایی بهتری داشته باشه، حتما این دوخت نیش رو بزنید. کار خیلی تمیزتر در میاد. بعد از اینکه این نیش رو زدیم، این نقاب در جیب رو اتو میکنیم. عزیزان من، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. اگر انتقاد، پیشنهادی دارید حتما بیان کنید. الان این نقاب آماده است. اتو میکنیم. پارچه ما پارچه فوتره. برای این جیب از سرشانه 54 سانت پایین اومده و در جیب ما هم حدود 15 سانتی متر است. بعد از علامت گذاری کار، نقاب رو روی آستری میذاریم و یک دوخت میزنیم. در قسمت بعدی یک نقاب به اندازه 7 سانتی متر در میاریم و به کیسه جیب بعدی میدوزیم. این نقاب به خاطر اینه که وقتی که شخص دستشو داخل جیب میکنه آستری پیدا نباشه و این نقاب از خود پارچه پالتو در میاریم. نقابو که وصل کردیم یک دوخت نیش هم میزنیم. اندازهش 7 سانتی متر. ابتدا آستری جیبی که نقاب رو به اون دوختیم و روی قسمت علامت گذاری شده میذاریم و روی همون دوخت قبلیمون دوباره یک دوخت میزنیم. این دوخت قبلی ما به عنوان یک دوخت راهنما به حساب میاد. حتما انتهای دوخت جیباتون رو رفت و برگشت بزنید. کیسه جیب بعدی رو روبروش قرار میدیم و یک دوخت میزنیم. فاصله این دوخت تا دوخت بعدی طبق اندازه‌ای که الان چرخ کار میزنه حدود 2 سانتی متر. دقت کنید که دوخت بعدی رو که میخوایم بریم پایین تر از دوخت اولیه است به اندازه 1.5 سانت از دو طرف. الان نگاه کنید اینجا دوخت با هم دیگه حدود 1.5 سانت فاصله داره. کارو چرت میزنیم. عزیزان من، دوخت جیب اصلا سخت نیست، فقط احتیاج به تمرین خیلی زیادی داره.
سعی کنید با خورده پارچه هایی که دارید همیشه دوخت جیب رو تمرین کنید. در اثر تمرین زیاد شما به آسانی میتونید یک جیب رو بدوزید. مطمئن باشید بعد از 20 الی 30 تا جیب دوختن شما در جیب دوختن بسیار روون میشید و سرعتتون بالا میره. الان توجه کنید چرت ها رو که زده میشه. کیسه جیبا رو به داخل کار برمیگردونیم. این پالتویی که ما میدوزیم با آستره، برای همین کیسه جیبا رو از آستر انتخاب کردیم. کسانی که میخوان کارشون بدون آستره میتونن کیسه جیباشون رو از پارچه نخی استفاده کنن. نقاب در جیب رو تا میکنیم. الان طبق نگاه کنید، الان حدود 4 سانتی متر تا کرده کار رو و یک بست در کنار جیب میزنیم. پارچه ما چون از جنس فوتر هست یکم به سختی کار پیش میره. بعد از این هم کیسه های جیب رو میدوزیم. در انتها من نمونه کارهای تولیدیمون رو براتون میذارم در رنگ بندی مختلفی که هست. الان جیب ما آماده است. لطف کنید کانال منو لایک کنید و سابسکرایب